باورم نمیشه این ایران مام رفت و وضعیت جنگی. هی میگفتن سوریه رو زدن و فلسطین رو زدن و آخر یه کاری کردن ایرانی که یه دونه بمب توش نمیومد. ببین چی کار کردن. 46 سال خوردن، بعد میگن این مردم پشت مردم. با چی پشت کی باشن؟ با چی؟ یارو پول 3 وعده نهارشو نداره جلو آماده بکنه که بگه حالا بذار برم یه روز جنگ کنم. مردم گرفتارن. تمام درگیری ها به خاطر مال و ثروت دیگه. الان اسرائیل و فلسطین چرا درگیر بودن؟ مال زمین ما رو گرفت. تو در اصل اینا به خاطر دین این کارا رو نمیکنن، وگرنه به خاطر دین که تو دین کجا نمیشه هم دیگه رو بزنین کس درست بکنین، مردم بیگناه رو بزنین. کجای دین زده؟ مگه زده؟ بذارین این مردم راحت زندگی بکنن. آقا الان این ترامپ به خارکوسه میگه آقا بیاین صحبت بکنین. آقا برو بشین. هر دفعه داره بدتر میشه. این موشک زدن توی تلاوی، یه سریا ای والله ما شروع کردیم. بابا این دیگه کلکل من و اون خانوم و این آقا نیست برادر، این جنگ ها. این بم میزنن. خدای نکرده آقا الان نتانیاهو میگه من با مردم کاری نداریم. یه موقع این میزنین وسط تلاوی، این خارکوسه میزنن وسط مردم گرفتار ما. بابا اسرائیل آمریکا دارو میفرسته، اروپا دارو. برای ما کی میخواد بفرسته؟ عراق و فلسطین میخواد برای تو دارو بفرستن؟ یه دونه شبه نظامیات پشت در اومدن. این خرج مردمت میکردی.